5 تا عادت مالی کوچیک که میتونه آینده تو رو تغییر بده. سلام، من زینت گرامی هستم، مربی ساخت عادتهای ثروت ساز. اینجا چنل منه، خوش اومدید. لطفا سابسکرایبش کنید و زنگوله رو فشار بدین که از ویدیوهایی که میذارم جا نمونید. امروز میخوایم در مورد 5 تا عادت مالی که زندگی ما رو تغییر میده با هم دیگه صحبت بکنیم. اولین عادتی که ما میتونیم داشته باشیم و خیلی از افراد ندارن اینه که اول هر ماه اگه حقوق ثابتی میگیریم، اگه درآمدی داریم، اول هر ماه یه مبلغی رو برای پسنداز بذاریم و بعد هزینه هامون رو انجام بدیم. میدونین یکی از تفاوتی که افراد ثروتمند و افراد عادی دارن اینه که افراد ثروتمند اول ماه حقوقشون رو، بخشی از دریافتیشون رو پسنداز میکنن، مثلا 10% اون، و بقیه اون رو هزینه میکنن. ولی افراد عادی اول میان وقتی حقوقشون رو میگیرن، اول قسطاشون رو میدن، بعد مخارج لوازم ضروری رو تهیه میکنن، بعد یه مقداری رو برای اتفاقایی که تو طول ماه ممکنه بیفته میذارن و در نهایت میگن اگه پایان ماه چیزی مون سرمایه گذاری میکنیم یا پس انداز میکنیم، در حالی که معمولا پایان ماه چیزی نمیمونه. پس اول هر ماه، اول هر دریافتی پس انداز جدا میشه و بعد هم میری برای هزینه. دومین کاری که باید انجام بدیم، دومین عادتی که باید بسازیم برای خودمون اینه که پولامون رو ردیابی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه عادت برای خودمون بسازیم که آقا من هر هزینه‌ای که انجام میدم یادداشتش بکنم، یا یه اپ داشته باشم، یا توی دفترچه یادداشت بکنم، یا توی نوت گوشی یادداشت بکنم. یکی از ویدیوهامون در مورد اپ های ایرانی هست که میشه ازش استفاده کرد برای ردیابی پولامون. از دستش ندید حتما. و اون رو یادداشت بکنیم، ببینیم که آقا پولای من کجاها داره هزینه میشه. خیلی جالبه. وقتی من این کار رو برای خودم انجام دادم، متوجه شدم که من در ماه بخش زیادی و نه خیلی زیاد ولی قابل توجهی رو هزینه نوشته افزار دارم میدم برای بچه هام و هزینه‌ای که میشد توی اون صرفه جویی کرد و دیدم که اصلا لازم نیست این بخش زیاد اونجا مصرف بشه. ببین وقتی یادداشت میکنی متوجه میشی که پولات داره کجاها میره. وقتی مثلا پولی که برای تغذیه بچه ها میدی یا حالا پولی که جاهای مختلفی داری میدی، وقتی مینویسیشون در پایان ماه تو یه لیست خیلی بزرگ داری که از اینکه هزینه ها کجاها صرف شده. مورد سوم، قبل از هر خریدی 24 ساعت به خودت زمان بده. خریدها معمولا هیجانی هستند. یعنی معمولا ما وقتی که یه چیزی رو میبینیم هیجان زده میشیم، بعد خرید میکنیم، بعد متوجه میشیم که ای وای چی کار کردم، این چرا خریدم، این اصلا کجای نیاز من رو برآورده میکرد و خیلی باعث میشه که این چیزهایی رو بخریم که واقعا بهشون نیاز نداریم. اگه میخواین به بعد خریدی رو انجام بدین، حتما 24 ساعت به خودتون زمان بدین. خیلی جالبه. من این روش رو برای پسر خودم استفاده کردم. میخواست یه بطری بگیره و خیلی هم دوستش داشت، به قول خودش خیلی عاشقش شده بود. بهش گفتم که ببین تو 2-3 روز زمان بده، اگه بعد از 2-3 روز همینقدر اونو میخواستی من برای تو میگیرم. جالب بود، بعد از 2-3 روز اومد پیشم و گفتش که نه من دیگه اونو نمیخوام و این پول خیلی زیادیه برای یه بطری و من حاضر نیستم همچین هزینه ای رو بدم. ببین بیشتر خریدای خودمون هم هیجانی هستن، پس حواستون به خریدای هیجانی باشه. مورد چهارم، سعی کن با پسندازی که داری، با دریافتی هایی که داری، یک راهی برای درآمد غیر فعال برای خودت بسازی. یعنی چی؟ یعنی یا یک کسب و کاری داشته باشی، یک کسب و کار خیلی کوچیک، یا یه جای سرمایه گذاری بکنی که اون پول برای تو آورده‌ای داشته باشه، برای تو درآمدی رو برای خودش ایجاد بکنه. یه فرق خیلی بزرگ بین افراد ثروتمند و عادی اینه که پول اونها براشون کار میکنه، پول براشون پول میسازه. ولی برای افراد عادی اینطوریه که پولی که دارن براشون پول که نمیسازه، هیچ اصلا براشون باقی هم نمیمونه، چون معمولا اینقدر برای نیازهای روزمره زیاده روی میکنن، هزینه میکنن که پولی برای اون روزها باقی نمیمونه. و مورد پنجم، مورد آخر، همیشه 1% از پولتون رو، 1% از درآمدتون رو برای آموزش خودتون بذارید. آموزش، یه بار آموزش دیدن کفایت نمیکنه. آموزشه که ریز به ریز به شما اضافه بشه، که تهنشین بشه، که این آموزشه در جریان زندگیتون
تأثیر داشته باشه و عمیق بشه. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که یادگیری اگه یه بار در سال باشه، مثلا یه سمیناری، همایش، یه وبیناری، یه کتاب، این برای ما آورده خاصی نداره. ولی اگر نه، ما هر روز به طور مداوم مشغول آموزش دیدن باشیم، مشغول سرمایه گذاری روی خودمون باشیم، این باعث میشه که یک نسخه و ورژن فوق‌العاده از ما ساخته بشه. اگر از مطالب کانال خوشت اومد و میخوای عادتهایی رو در خودت بسازی که یک آدم متفاوت باشی، حتما کانال منو سابسکرایب کن، زنگوله رو فشار بده که از ویدیوها جا نمونی.